نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. سوره والضحى هست. در این سوره تسلی برای رسول الله هست. اصلش این بود که مدتی وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیامد. وحی که نمی آمد چند روز بنابر مصلحت جبرائیل نیامد. مشرکین دیدن چیز جدیدی را بیان نمیکنه، گفتند که خدای محمد و پروردگار محمد از او قهر کرده، قطع رابطه کرده. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از این نگران بود، از این طعنه‌های اونها. الله عزوجل این آیات را بعد از اون نازل فرمود. الله اینجا سوگند یاد میکنه به چند چیز. اول والضحى، ضحا وقت چاشت به اصطلاح، قبل از ظهر که خورشید بالا میزند خوب روشن است. واللیل اذا سجى، و قسم به شب وقتی که تمام چیز را در بر میگیرد. ما ودعک ربک و ما قلا، رب تو را ترک نکرده و ما قلا، بر تو ناراض نشده. اینا غلط میگویند. الله عزوجل جواب اونها را میده. قسم به ضحا، قسم به وقت چاشت، و قسم به شبی که تار میشه، همه جا را تاریکی در بر میگیره. که ما ودعک ربک، رب تو را ترک نکرده ای محمد، و ما قلا، و رب تو را بر تو غضب و خشمم نکرده. قلا میگویند ناراضگی قلب و دل را، از تو ناراضی نیست. وللآخرة خیر لك من الاولی، آخرت بهتر است برای تو از دنیا، لذا در دنیا رنج میاد تحمل کن. وللآخرة خیر لك من الاولی، اولا دنیا است. ولسوف یعطیک ربک فترضی، الله می فرماید ان قریب رب تو به تو میدهد تو راضی میشی. یعنی این رنج ها تمام میشه، این دردها تمام میشه، به نعمت الله عزوجل و به رحمت الله میرسی. حال الله عزوجل تسلی میده پیغمبر خودش را و نعمتها را ذکر میکند. الله میفرماید الم یجدک یتیما فآوی، آیا الله تو را نیافت یتیمی، یعنی تو یتیمی بودی، فآوی، الله تو را جای داد. الله جای داد، اول در خانه عبدالمطلب، بعدن ابو طالب، بعدن خدیجه. لذا الله می فرماید و وجدک ضالا فهدا، الله یافت تو را، یعنی بودی ضالا، راه گم کرده، راه را بلد نبودی. فهدا، الله هدایت کرد، الله راهنمایی کرد، بهت نبوت داد، بهت رسالت داد، پیغمبری داد. و وجدک عائلا فاغنا، الله تو را عائل، مفلس یافت، نادار، فقیر. فاغنا، با نکاح خدیجه تو را چی کرد؟ توانگر ساخت، مالدار ساخت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه با خدیجه ازدواج کرد در خانواده مرفهی قرار گرفت. لذا ببین چه نعمتهای خدا به تو داده.
ما اگر فکر بکنیم از طفولیت خودمون تا به حال چقدر نعمت ها بر ما، گاهی تصور بکنید من کی بودم، کی هستم، فرزند کی بودم، الان به کجا رسیدم. این عزت، این مقام، لذا اینا می طلبد که سپاسگزار باشیم برای الله. الله می فرماید فاما الیتیم فلا تقهر. این سه تا چیز خدا به پیغمبرش میگه، به اون سه تا اولی متفرع است. تو را خدا یتیم یافت، جای داد، لذا تو چیکار کن؟ فاما الیتیم فلا تقهر. بر یتیم قهر نکن، یعنی سرزنشش نکن، هیچ وقت دل یتیم را نشکن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود هر کسی دست به سر یتیم بگذارد، به همون اندازه که زیر دستش موی یتیم میاد، همون اندازه خدا بهش نیکی میده. لذا یتیم را سرزنش نکن، توبیخ نکن، دلش را نشکن. و اما السائل فلا تنهر. اما اون انسانی که از تو سوال میکند، اون را هم توبیخ نکن. در آیات دیگه هست داری بهش بده، اگر نداری با کلمه زیبا مرخصش بکن، بگو خدا خودش مشکلت را حل بکند، خدا خودش از در غیب به تو بده. چنان بگو که خرسند بشه، خوشحال بشه. لذا الله میفرماید سائل را هم توبیخ نکن، سرزنش نکن. و اما بنعمت ربک فحدث. این بر سومی هست که عائل بودی، نادار بودی، خدا توانگر ساخت، لذا نعمت رب را همیشه بیان کن، یاد کن و شکرگزار باش و سپاسگزار باش. سبحان الله. پس در این سوره تسلی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. حال سوره الم نشرح لا میخوانیم که در این سوره هم تسلی هست نسبت به مؤمنان. گاهی مشرکان میگفتند این مسلمانان چیزی ندارن، پیغمبر برای اون ناراضی میشد. و همچنین تسلی برای خود مسلمانان هست که خود مسلمانان را الله عزوجل تسلی میده. الله تعالی می فرماید الم نشرح لك صدرک. ای پیامبر آیا ما سینه‌ات را باز نکردیم؟ یعنی در سینه‌ات علم و حلم و تمام محاسن را جای ندادیم؟ این نعمت معنوی بالاتر از نعمت مادی است. و وضعنا عنك وزرک. آیا ما از تو ننهادیم زلات و لغزشات شما را؟ وزر به زبان عربی گناه را میگند، ولی در حق پیغمبر ما معتقدیم پیغمبران گناه نمی کنند. گاهی کارهای خلاف اولا می کنند که اون در واقع گناه نیست، اونها را میگن زلات، لغزشات. زله همین که شما جای برید گلولای باشه بلغزید، خب اونجا شما گناهی نداشتید، بی اختیار بود. پس اون زلات هم بی اختیار هست، گناه نیستن. اما چون که پیغمبر اونها را انجام داده، برای پیغمبر از خودش بسیار بعید میداند، لذا برای خودش گناه سنگین میداند، گرچه در واقع گناه نیست. الذي انقض ظهرک. اونهایی که اگر بود بالفرض کمرشکن بود، یعنی شما را عاجز میکرد، شما را ناتوان میکرد، ولی الله همه را برداشت. یعنی شما در رنج می بودید، نگران می شدید از اونها. و رفعنا لك ذکرک. این همه تسلی است برای پیغمبر محبوب خدا. ذکرت را الله بلند کرد. همیشه ذکر خدا اگر هست، ذکر رسول الله هم هست. هر جا نام رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند و بالاست. حضرت عبدالله ابن عباس اینجا روایتی ذکر میکنه، قرطبی که آورده در تفسیرش که و رفعنا لك ذکرک. عن ابن عباس قال يقول له لا ذكرت الا ذكرت معي في الاذان لا ذكرت.
الله به پیغمبرش میگه هیچ جا من یاد نمیشم مگر تو با من یاد میشی. اینقدر من نام تو را بلند کردم، همین بسته. ما ذکرت الا ذکرت معی فی الاذان، در اذان، والاقامه والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. تمام مشرق و مغرب هر جا نام الله است، نام رسول الله است. هر جا اشهد ان لا اله الا الله است، اشهد ان محمد رسول الله است. خاطره به یادم آمد، استادی میگفت که من همیشه وقتی که نام رسول الله را میبینم هر جا در کنار نام الله هست به یاد حدیبیه میافتم، به یاد صلح حدیبیه و قرارداد حدیبیه که وقتی که داستانش طولانی است، ما در سوره فتح خواندیم. وقتی که اونجا میخواستن قرارداد را ببندن، سیدنا علی کرم الله وجهه نوشت که هذا ما عاهد علیه محمد رسول الله، این اون چیزی است که بر این پیمان بسته محمد رسول الله با مردم مکه، قریش مکه. نماینده مشرکین سهیل ابن عمرو اون وقت مسلمان نشده بود، حضرت سهیل اعتراض که گفت نخیر، نباید محمد رسول الله بنویسید، محمد ابن عبدالله بنویسید. اگر ما ایشون را به عنوان رسول الله قبول داشتیم که بحثی بین ما نبود، اختلافی نبود، بنویس محمد ابن عبدالله. علی گفت من نمی نویسم، من خط نمیزنم. رسول الله گفت خط بزن، گفت نه یا رسول الله من خط نمیزنم. آخر خود آن حضرت گفت کجاست، به من نشون میده، من خودم خط میزنم. این استاد میفرماید که من این خاطر تداعی میشه که اون روز مشرکان در یک قراردادی تحمل نکردند که بنویسن محمد رسول الله. الله عزوجل گفت باشه شما اینجا نمینویسید محمد رسول الله، که یک کاغذی که همون وقت از بین رفت. الله تصمیم گرفت که نام اون را به عنوان محمد رسول الله تا قیام قیامت در مشارق ارض و مغاربها، در تمام کره زمین نام رسول الله را بلند بکند. همون روزها اینجا آتش پرستی بود، اما اینجا نگاه کن، هر مسجد، هر گوشش، هر خیابانش، هر روستایش، هر کوهش، هر جا اشهد ان محمد رسول الله. لذا الله می فرماید و رفعنا لك ذکرک، ما ذکر تو را و نام تو را بلند کردیم ای حبیب. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. این قانون الهی هست، قاعده و ضابطه هست، برای ما هم این ضابطه هست. همراه با هر مشکلی آسانی هست، بعد از هر مشکلی آسانی هست. روزهای سخت مکه که قاچاق بود نام رسول الله، قاچاق بود، اما آخر الله آسانی آورد. ان مع العسر یسرا، همانا همراه، بازم تاکید، همراه با هر سختی آسانی هست. فاذا فرغت فانصب. لذا هر وقتی که از دعوت فارغ شدی، فانصب، خودت را خسته کن. خسته کن در چی؟ برای عبادت. خودت را برای عبادت خدا خسته کن. معنیش این نیست هر وقت فارغ شدی برو بخواب. خودت را خسته کن و بعد از اینکه خدا را عبادت کردی در آخر و الی ربک فرغب، به سوی ربت رغبت کن. به سوی ربت رغبت کن دو معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که عبادت خوب انجام بده، بعد مردم را هم به سوی رب تشویق کن، مردم را هم دعوت بده. بلغ ما انزل الیک من ربک، به این معنا هست. اما بعضی گفتند که بعضی از این استدلال گرفتن برای دعای بعد از عمل، بعد از عبادت. هر وقتی عبادت میکنی به سوی ربت رغبت کن و به سوی ربت تمایل نشان بده، یعنی از الله بخواه، دعا کن. بعضی از علما گرچه در روایت ها هم هست
که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از فرائض نماز خواند، دعا کردن، بعضی قبول ندارند، ولی علماء ما که بر این تاکید دارند احادیث بیشماری دارند، اما یکی از دلایل همین آیه را میدانند که و الی ربک فرغب، هرگاه که از در عبادت خودت را خسته کردی، عبادت رب را بجا آوردی، بعداً چیکار کن؟ دعا کن، به سوی ربت رغبت کن. بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. در اون سوره تسلی بود، دو سوره، در هر دو سوره تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم برای امت که ای امت فإن مع العسر یسرا، بعد از هر سختی آسانی است، نگران نباشید، روزای خوش هم می آید و روزهای خوش اصلی انشاءالله در بهشت خواهد بود. لذا بعد از اون الله عزوجل برای اثبات مسئله توحید که اصل شما را توحید و ایمان به خدا نجات میده، الله تعالی در این سوره 5 دلیل به صورت اشاره‌ای ذکر می‌فرماید. 3 تا دلیل نقلی هستند، یک دلیل عقلی و یک دلیل وحی. توجه بفرمایید، الله سوگند میخورد چند تا از میوه ها را ذکر می‌فرماید، ولی مراد میوه ها نیست اونطوری که ظاهرا ما میفهمیم. والتین والزیتون، تین به انجیر میگویند، زیتون خب به زیتون میگویند. الله عزوجل میفرماید قسم به انجیر، قسم به تین، یعنی قسم به منبت تین، اون محلی که انجیر از اونجا چی؟ محل مرکز انجیر به اصطلاح، انجیر اونجا زیاد هست. علما و مفسرین نوشتند که این دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام است، چون که مرکز انجیر و محل انجیر شام بود، شام محل هجرت سیدنا ابراهیم علیه السلام است. لذا والتین الله عزوجل سوگند یاد می کند یا دلیل نقلی میگه ابراهیم و تعلیمات ابراهیم و صحف ابراهیم شاهد است. پس تین کنایه از چی هست؟ از پیغمبر ابراهیم است. و زیتون، زیتون بیت المقدس مرکز زیتون بود، پس سوگند به زیتون یعنی به اون محلی که در اون محل بر عیسی مسیح وحی می آمد. اینجا دلیل نقلی از عیسی مسیح است. الله عزوجل میگه تعلیمات ابراهیم هم شاهدند، تعلیمات عیسی مسیح هم شاهده، یعنی انجیل هم شاهده. و طور سینین، و قسم به طور سینا. طور سینا محل وحی حضرت موسی علیه السلام است، یعنی صحف موسی و کتاب موسی هم شاهده. پس خدای عزوجل به چند چیز را شاهد گرفته و از چند چیز دلیل نقلی ذکر میکنه. 3 تا، یکی پیغمبر ابراهیم و تین اشاره به او شده، و زیتون پیغمبر عیسی، و طور سینین پیغمبر موسی. و هذا البلد الامین، این دلیل وحی هست. و قسم به این شهر امن مکه مکرمه. طور سینای موسی که ذکر شد، مکه هم ذکر میشه. این را میگم دلیل وحی. الله از اون وحی که بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده و فرو فرستاده، از اون وحی الله عزوجل استنباط میکند، استدلال میگیرد و شاهد میگیرد. پس در واقع اینا 4 پیغمبر شدند: ابراهیم، عیسی، موسی، محمد علیهم الصلوات و التسلیمات. الله میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را آفریدیم در بهترین اندازه. تقویم به معنی برابری هست. ببینید از چه نظر؟ از نظر زیبایی، شاید بعضی از حیوانات ظاهرشون از انسان هم زیباتر باشه، مثلا آهو چشمانش ضرب المثل است در زیبایی. بعضی از انسان ها هستند که شکلشون زیاد جالب نیست از نظر ظاهری. این
زیبایی پوست مراد نیست تنها، تمام اون چی که انسان آفریده شده. من عبارت امام رازی که مفسر بزرگی هست و همچنین امام قرطبی را میخوانم. ابتدا قرطبی قال ابن العربی لیس لله تعالی خلق احسن من الانسان. ابن العربی گفته خدای عزوجل مخلوقی زیباتر از انسان ندارد، هیچ کسی را از انسان زیباتر نیافریده. خب انسان چطور زیبا آفریده شده؟ امام رازی فیلسوف نوشته انه تعالی خلق کل ذی روح، الله تعالی هر ذی روحی را که پیدا فرموده مکبا علی وجهه، که به صورت سرنگون به چهره را میره. حیوانات همه چهره. شما زیبایی ما را در صورتی متوجه میشید که برای لحظات شما هم به همون صورت تکلفاً را برید. چه شکلی انسان پیدا میکنه، چقدر نازیبا میشه. لذا الله عزوجل ابتدا قد و قواره زیبایی به انسان داده که سربلنده، مثل حیوانات سرنگون نیست. بقیه را امام رازی میفرماد مکبا علی وجهه، بر چهره سرنگون است. الا الانسان فانه خلقه مدید القامه، الله انسان را آفرید قامت بلندی دارد. در واقع گردنش بلنده، میگن نه گردنش بلنده یعنی با عزته. الله عزوجل خلقش را عزتمند آفرید. بعد یتناول مأکوله بیده، بقیه چطور غذا میخورن، انسان چطور میخورد؟ انسان غذاش را با دست چطور زیبا، بقیه حیوانات را نگاه کن چطور میخورن. آبی که میخوره چطور میخوره و علفی که میخوره چطور میخوره. باز چه مأکولاتی داره، چه خوراکی هایی داره که به خوراکی های اونها انسان اصلا توجه نداره. لذا این هست که انسان را الله زیبا آفریده. این از نظر قامت و از نظر خوردن خوراک. و یکی دیگر از مفسران اصلا گفته که فی اکمل عقل و فهم و ادب و علم و بیان، اینا تمام ویژگی هستن که اینها زیبایی انسان را بیشتر میکنن. عقلش کامل، فهمش زیاد، ادب انسان، علم و بیان انسان، خداوند به انسان قوه بیان داده. لذا اینها تمام باعث چی هستند؟ زیبایی در انسان هستند. فی احسن تقویم. اما همین انسان زیبا وقتی که قدرش را نمیداند، قدر و منزلت و جایگاهش را نمیداند، الله میفرماید ثم رددناه اسفل سافلین، سپس این را ما برگرداندیم به اسفل سافلین، به پایین ترین درجه جهنم. الله پناه بده. این انسان وقتی که وظیفه خودش را فراموش میکند، به جای ایمان کفر را انتخاب میکند، به جای توحید شرک را انتخاب میکند، به جای عمل صالح فاسد میشه، این انسان خودش قدردان خودش نیست، جایگاه خودش را نمیداند، منزلت خودش را نمیداند. پس خدا میفرماید ما جایگاهی بدتر بهش میدیم. البته استثناء هستند اهل توحید، اهل ایمان، کسانی که به یگانگی خدا ایمان دارند و بر اساس اون ایمان عمل صالح انجام میدن. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، فلهم اجر غیر ممنون، برای اینها اجری هست هیچ وقت قطع نمیشه، تمام نمیشه، پایان پذیر نیست. فما یکذبک بعد بالدین، ای انسان چه چیزی تو را تکذیب کرد؟ بعد یعنی بعد از تخلیق خداوند، چه چیزی باعث تکذیب تو شد؟ چه چیزی باعث شد که تو تکذیب بکنی بالدین، روز جزا را؟ بعد یعنی بعد از تخلیق خداوند تو را خلق کرد، خداوند این زمین و آسمان را خلق کرد. ما در قرآن خواندیم بیشتر خدای عزوجل برای قیامت و اثبات قیامت از خلق زمین و آسمان و از خلق خود انسان دلیل میگیره که ببین انسان تو را از نطفه پیدا کردم، یک قطره نطفه بیجان بودی، چه انسان با کمال بلبل زبان شدی. خب از کجا؟
این آیه با عقل جور در میاد که یک قطره بیجان چنین انسان با کمالی درست کند؟ پس چه چیزی بعد از این که تو میدانی درباره خلق و پیدایش تو، چه چیزی باعث شد که یکذبک، تکذیب بکند تو را، یعنی سبب تکذیب تو بشه نسبت به دین، نسبت به روز جزا؟ چرا جزا را تکذیب میکنی، قیامت را باور نداری؟ الیس الله باحکم الحاکمین، این دلیل عقلی است. آیا خداوند عزوجل بهترین حاکمان نیست؟ حاکم ترین حاکمان نیست؟ اینجا باید ما جواب بدیم. دیروزم عرض کردم وقتی خدا از ما میپرسد بگیم بله چرا نیست؟ الله احکم الحاکمین. بله و انا علی ذلك لمن الشاهدین، منم شاهدم، منم گواهی میدم که الله احکم الحاکمین هست. سوره علق را هم میخوانیم. در سوره های گذشته بیشتر هم موضوع توحید بود، تبشیر هم بود، تخویف هم بود، تسلی برای رسول الله بود. حال در این سوره دستور به خواندن و قرائت قرآن مجید هست. اولین سوره ای که نازل شد، یا اولین آیات 5 آیه اولین آیاتی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد، الله می فرماید اقرأ باسم ربک، بخوان ای حبیب به نام ربت بخوان. علما می دانند که هر جا که بسم الله می آید فعل را مقدم نمی کنند، اول نام خدا را مقدم می کنند. مثلا می خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم آکل، یا مثلا فقط به نام خدا من می خورم. بسم الله الرحمن الرحیم اشرب، فقط به نام خدا من می نوشم. هر چیز می خوری بسم الله میگی. اون فعل، اون عمل، مثلا شما سوار ماشین میشی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی فقط به نام خدا که رحمان الرحیم هست من سوار ماشین میشم، من رانندگی میکنم، من میخوابم، من بلند میشم، من فلان میکنم، تجارت میکنم. هر جا که بسم الله بگی نام الله مقدم است. اون فعلی که انسان انجام میده اون فعل بعداً میاد تا معنای حصر بشه. معنای حصر یعنی فقط به نام خدا، نه نام غیر خدا. اما اینجا معنای حصر نیامده. چرا؟ اقرأ بسم، نفرمو بسم ربک اقرأ، بلکه فرمو اقرأ بسم ربک. علما نوشتن به این دلیل که الله عزوجل چون اولین آیه هست نازل میشه، هنوز توحید هم تفهیم نشده، گرچه همه انبیا فطرتا بر توحید هستند، توحید هنوز تفهیم نشده با تفصیلش. اما الله میخواد اشاره بکند که در رأس همه مسائل علم است. اول علم. حتی توحید را هم انسان نمیتونه بفهمه بدون چی؟ علم. پس اینجا اقرأ را، قرائت را، خواندن را، علم و سواد و دانستن را حتی بر نام الله هم چی کردند؟ مقدم کردند. اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام ربت، آن ربی که خلق، تمام را آفرید. خلق عام هست، خلق کل شیء، همه چیز را آفرید. و بالخصوص خلق الانسان من علق، بالخصوص آفرید الله انسان را من علق، از علق لخته خون، از ماده قریب ماده قریب گفته، ماده بعید که خاک نگفته، بعد از اون منی نگفته، علق را ذکر فرموده. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی بخوان آنچه که ما یتلا علیک، آنچه که از سوی رب اکرم بر تو تلاوت میشه. و ربک الاکرم، رب اکرم، ربی که بر همه چیزها اعزز هست، اشرف هست، اکرم هست، اعلا و برتر هست. الذی علم بالقلم، اون ربی که با قلم آموزش داد. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان آموخت و یاد داد اون چیزی که نمیدانست. پس به هر کاری میکنی به نام اون رب و بخوان هم به نام اون رب. این آیات تا اینجا اول نازل شدن، بعد رسول اکرم، اینا مقدمه بودن. بعدا الله عزوجل آیات بعدی را نازل فرمود. یا ایها المدثر قم فانذر.
اما کلا ان الانسان لیطغی، از اینجا به بعد الله عزوجل درباره انسان سرکش میفرماید، انسانی که خودش را از وحی الهی بی نیاز میداند، انسانی که مغرور مال و ثروت است، انسانی که در غرورش با حق و با اهل حق مبارزه می کند. گرچه درباره این آیات همه مفسران نوشتند که مصداق اول این آیات و شأن نزول این آیات درباره ابو جهل است. این فرد ابو جهل است که خدای عزوجل به این صورت ازش یاد می کند، ذکر سوءش هست. اما ما زیاد روی شأن نزول تاکید نمی کنیم به دلیل اینکه هر کس میتونن مصداق این آیه باشه. امروزه هم ابو جهل ها هستند، شما مطالعه بکنید افرادی را که دور بریتون هست، این صفات را نگاه بکنید، این صفات خیلی ابو جهل ها هستند، این صفات را دارند. بعضی هم مغرور مال و منال هستند، بعضی هم مغرور پست و قدرت خودشون هستند، لذا طغیانگرند، سرکشند و با حق و با اهل حق مبارزه میکنند، نمیگذارند حق به پیش بره، جلوی کار دین را، جلوی کار تعلیم را، جلوی کار تبلیغ را، جلوی کار الله را میخوان بگیرند. لذا اینها امروز مصداقند. ابو جهل همین کار را میکرد بدبخت، و ابو جهل رسول الله را بیم میداد، میترساند از افرادی که دور و برش هستند. الله عزوجل میفرماید اونا را فرا بخواند، بیان به میدان، ما هم داروغه های جهنم را برش میخوانیم. لذا امروز هم شاید کسانی تهدید بکنن اهل دین را، امروز هم شاید ارعاب باشد، تهدید باشد. لذا آیات را مطالعه بکنید، صفاتی که در این آیات بیان شده ببینید، بعدا مصادیق را خودتون پیدا بکنید چه کسانی هستند. الله می فرماید کلا، این کلا به معنی حقا هست. حق این است که ان الانسان لیطغی، همانا انسان سرکشی می کند. مراد از انسان انسان کافره، انسان مشرک الف لام عهدی هست، یا همون ابو جهل است. الرآه استغنا، سرکشی میکنه به خاطر چی؟ اینکه میبیند که مستغنی است، مال داره، پول داره، فرزند، اولاد، همه چیزش برابره. لذا این باعث بجای اینکه تواضع بکنه مستغنی و متکبر میشه. ان الی ربک الرجعا، الله عزوجل تخویف بیان میفرماید که بازگشت به سوی ربت است. ان الی ربک الرجعا، به سوی رب بازگشت است. این بدبخت نمیدونه که بازگشت به سوی رب هست که جلوی نماز میگیره. ارایت الذی ینها، آیا دیدی اون انسان سرکش مغرور متکبر که ینها باز میدارد؟ کی را باز میدارد؟ عبدا اذا صلا، بنده خاص ما را، محمد رسول الله را، زمانی که نماز میخواند. این بدبخت جلوی نماز را میخواد بگیره، نمیذاره که نماز بخواند. این ابو جهل که از نماز جلوگیری میکند. عبدا اذا صلا. الله میفرماید ارائیت ان کان علی الهدى، خبر بده اگر این بنده خاص بر هدایت باشد که هست، او امر بالتقوا، یا دستور به تقوا بده، اون وقت اون کسی که این کار را میکنه نتیجه چی خواهد بود؟ ارائیت ان کذب و تولا، خبر بده این انسان بدبخت یعنی ابو جهل اگر تکذیب بکند دین حق را و تولا و پشت بدهد از اطاعت خدای عزوجل، یعنی بد عقیده و بد عمل باشد. آیا الم یعلم بان الله یرا، نمیداند که خدا او را میبیند؟ جواب هر دو این ارائیت همینه، یعنی به من بگو اگر این بنده ما هدایت بر هدایت باشد که هست و دستور میده به تقوا و خدا ترسی و او میاد این را جلوگیری میکند،
نمیداند که خدا او را میبیند؟ و همچنین خودش که تکذیب میکند و از اطاعت خدا سر میزند، آیا نمیداند خدا او را میبیند؟ الله عزوجل الان تخویف برای این نوع سرکشان که مانع اهل حق و اهل دین هستن بیان میفرماید. الله میفرماید کلا لئن لم ینتهی، حق این است که اگر این انسان باز نیاید از این حرکت شنیعش، لنصفعا بالناصیه، ما میگیریم موهای پیشانیش را. ناصیه این موهای قسمت جلو که بالای پیشانی هستند، اینها را میگیریم میکشیم او را. ناصیت کاذبت خاطئه، اون پیشانی دروغگوی خطاکار، پیشانیش که بر پیشانی از پیشانی چه میبارد؟ دروغ، خطا، گناه، طغیان. این موهای پیشانی را میگیریم و به جهنم میاندازیمش. فلیدع نادیه، اون روز اون بخواند هم نشینان خودش را. نادی میگویند هم مجلسی ها را، اونایی که باش هر روز جلسه میکردن. اینها جایی داشتن به نام دارالندوه. ندوه به معنی مجلس، و جلسه تشکیل میدادند. سرداران قریش، سرداران کفر و شرک بر علیه رسول الله. الله میفرماید همون هم نشینان، همون هم مجلسی ها را بخواند روز قیامت که ما موهای پیشانیش را میگیریم و پرتابش میکنیم وسط جهنم. سندع الزبانیه، ما زبانیه را صدا میزنیم که حریف همه اونها است. زبانیه داروغه جهنم است، مامور جهنم است، مامور خشن و وحشتناک جهنم است. لذا این بخواند پارتی خودش را. کلا لا تطعه، الله میفرماید حق این است که لا تطعه، از این انسان اطاعت نکن. هرچی او میگوید گوش به حرفش نباش. واسجد، تو کارت را بکن. جلوی نمازت را میگیرد، تو نماز بخوان به هر قیمتی. اون در مسجد نمیگذارد، تو در خانه بخوان. اون علنی نمیگذارد، تو مخفیانه بخوان. نماز را بخوان. واسجد یعنی اون که میگه نماز ممنوعه، در بعضی کشورها هستند بعضی حکام جور متاسفانه که بظاهر حاکم مسلمان اعلام کردن جوانان زیر 25 سال حق ندارن به مسجد بیاد. این جلو نماز را میگیرد، این از ابو جهل بدتره. لذا الله میفرماید که لا تطعه، از او اطاعت نکن. واسجد واقترب، سجده کن و به وسیله سجده قرب الله را حاصل کن. هر که میخواد نزدیک که خدا بشه، قرب الله را حاصل بکنه، اینجا خدا نشون داده. قرب الله با چی حاصل میشه؟ واسجد، با سجده. با سجده قرب الله حاصل میشه. اگر ما استحضار داشته باشیم با حضور قلب، و وقتی که به سجده رفتیم با حضور قلب بگیم سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من از هر شریک پاکه، چه سعادت بزرگی هست. لذا قرب خدا اینطور حاصل میشه. ولی ما متاسفانه در نماز هستیم و فکرمون با گاو و خر است، به قول شاعر. دیگه این نماز تأثیری ندارد. قرب الله با استحضار میشه، طوری که فکر کن خدا را میبینی و خدا تو را میبیند. الله عزوجل توفیق عبادت خالصانه مخلصانه با حضور قلب عنایت بفرماید. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني
كان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.